این محفله که شما جمع شدن فقط بر خاطر عبدالعزیز نیست، به خاطر اظهار براءت از دشمنان اسلام است. از دشمنان خدا امروز دیدی زدیم در سرزمین فلسطین کودکانی به صاحب 3 ساله مسلمان بمب باران شدند، اما ما خاموشیم. من از همه شما فریاد میکنم، با تمام آوازم ندا میکنم، گویم مرگ به دشمنان اسلام، مرگ به یاران جمعچه هاشا، مرگ به کسانی که از سیاستی این دشمنای بشریت طرفداری میکنند. امروز عزیزان من، امروز ملا عبدالعزیز به همون مرگه که محمد چشید، به همون تیره که سینی محمد شکاف شد، سینه‌اش خونالود شد، دل او پرخون بالای نحس شوبه خاموش شوان. گفتش پیغمبر رفتی صحبت ولو كانت الدنيا بقاء لساكن لكان رسول الله فيها مخلدا وما أحد ينجو من الموت سالما. کسی از مرگ نجات نمی آمد، نه من، نه ایشان مفتی، نه ایشان سید جان، نه دیگر از مرگ نجات نمی آمیم. همه ما بنابر شربت مرکبی، همه ما بنابر بالای این تابوت سوار به سوی خدای خود میریم، پیشگاه خدا ده ما جواب میدیم. حضرت حسن بصری رحمت الله علیه تفسیر آیه مبارکی فاتقوا الله در آیه حضرت فرمودند، گفتن یا ابن آدم انظر بأي بدن تقف عند الله وبأي لسان تجيبه وماذا تجيبه إذا سألك عن القليل والكثير. ای بچه آدم، ای انسان، ای ایشان داملاها، ای به پیشواهای دین، شما تصور کنه، شما اندیشه کنه با کدام جسد فردا در پیشگاه خدا رو فرو میشه، با کدام زبان با سوالهای خدا جواب میده و چی جواب میده. امروز برای اون سوالها جواب تیار کنه، امروز برای اون سوالها رو جوابش آمادگی بینید. عزیزان من، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند بدا الاسلام غریبا و سیعود کما بدا فتوبى للغرباء. امروز ما غریبیم، امروز ما امت اسلام پشتبان نداریم غیر خدا. و گفتی 3 شب پیشتر رسانه های اخباری جهان یهودیت ملعون باز کریکاتوره های نوه را برای تمسخر پیغمبر شما کشیدن و اکران های تلویزیون پیشنهاد کردن. دیدید کسانی که دم از دموکراسی میزنند، کسانی که دم از برابری دین ها میزنند، کسانی که دم از صلح میزنند، امروز به قیمت‌ترین ناموس ما چقدر هجوم دارند، چقدر ناموس ما رو پایمال دارند. دیدید ما خاموش هستیم، فردا پیغمبر چی میگوید؟ من به شورای علما خطاب میکنم، من جای ترس ندارم، من به حکومت خطاب میکنم. امروز ما خاموش، امروز ناسیدهای ما یک اعتراض ندارند، امروز شورای علمای ما اعتراض ندارند. فردا عبدالعزیز داریم پیش پیغمبر میریم، چی جواب میدیم؟ گفتی حضرتی علامه اقبال ننالم نزدیک است، ننالم نزدیک است، ننالم از خش که ما لایق قدری تو نبوده. یا رسول الله، ما لایقی امتی تو نداشتیم، اما معلقم با وجود این امته پروردگارا به حرمت عمومی زیادی از عاشقانی خدا و رسول جمع شدید برای مرگ بندی تو، برای مرگ یکی از داعیان تو، برای مرگ یکی از پیشوایان دین جمع شدید. پروردگارا به حرمت اینها اسلام عزیزه در جهان ظاهر کرد، قانون اسلام در تمام عالم حاکم کرد. پروردگارا دشمنان اسلام خان داخلی باشه، خان
عزیزانم حکومت دیگر چیزی مشکلی ندارم اما نشان بودی درو حتما لایک رو فراموش نکنید. подписаться رو فراموش نکنید و لایک رو подписаться کنید. از برای الله